الرحمن الرحیم. السلام علیکم. نن د جولای 28مه موږ د هیلې په مناسبت چې کوم کارونه موږ کوو چې یو بېوزله خلکو سره کومک کوو، د دغه په مناسبت سره موږ نن یو مور دلته ناسته ده چې په هفته کې یو ورځ دوه ورځې دغسې دوکانو ته راځي، د هغوی دغه لوبیا یوه بوجۍ لوبیا چې په 80 افغانۍ د هغه پاکوي او خپل فامیل ته یو رزق او ډوډۍ رسوي. راځئ دغې مور سره نن خبرې کوو چې د دې نور څه ضرورت دی، که چېرته وکړی شو د دغه هغه یو مشکل حل کړی شي. نو راځئ چې دغه مور سره وغږېږو چې دا مونږ ته څه وایي. سلام مادر جان، خوب هستین؟ خیر و خیرات. مادر امیر چرا پاک میکنی برشان؟ به خاطر چی پاک میکنی؟ نفقه عیال خود پیدا کنیم. خوب مادر، خوب بسیار خوب. چند نفر هستین مادر در خانه؟ 6 نفر. 6 نفر هستین در خانه؟ یک بچه من سلوی من 3 تا نواسه میکنم. خوب. در خانه کی کار میکنه مادر؟ هیچ کس کار نمیکنه، یعنی یک خود مستم خلاص. شوهرتان گفتیم که شوهرم در کنار شهید شد سال 62. یعنی 35 سال پیش من بسیار جوان بود شوهرم. و بچه شما چه کار میکنه مادر؟ بچه بیکار است. بیکار نمی 8 سال شده که مزارم مریض شده، زندگی خود پیش بود نجات. مادر خانه کرایی است یا از خودتان است؟ نه کرایی. چند کرا میدی مادر؟ 2000. 2000. خب تشکر مادر. مادر ایتو هست که خداوند سر کل ما رحم کنه. ما یک کمک بسیار ناچیز است که امروز شما میخوایم بکنیم. در این دکان امروز ما برو، ما بعضی چیزایی که در خانه ضرورت است براتون میگیرم. تاکسی هم براتون میگیرم ان شاء الله. اون رنج تا خانه براتون میبره، پشت دروازه تون میمونه ان شاء الله. دیگه کسانی که دیمی امروز شما در کمک است به دعای شما بسیار ضرورت داره. یعنی سختی رو در جان خود میگیرم، در قوم خیش خود است نمیطلبم. خیر میبینم. پیشنگی رو قبول دارم. مگم غیرتم میاره سرش. مادر خداوند با شما اجر بده. امروز ما میتونیم در این دکان براتون سودا بگیرم؟ بیا مادر، بیا. سلامتتون رو باشید. خوب هستی؟ خیر و خیرت. ما با مادر بعد سودا می‌خواستیم بگیریم. صحیح است چرا؟ یک بوجیار دادم شما بگیرید. صحیح مولا یک بوجیار داد. یک بوجیار دادم. باشه. همه یک دیگه بود. این چند کیلو است؟ یا؟ یک کیلو دیگه ماسه. باشه می‌باشه. اگه در فکر اگه رازی نبودیم دیگه بار دیگه چیزی کار داشتی صابون هم برد دیگه یک سیت یک دانه روغن هم باش کنم نه دنم کنم بندهانه لوبیا هم باشم. چقدر لوبیا؟ یک سر لوبیا دیگه از کدام لوبیا خوبی شد؟ امیره یک کیلو چای دیگه چای؟ یک کیلو چای چای خوبی شد بگی لالا؟ اما اوله بگی چیم است؟ خواسته ایسته یک سر برا بگی دیدی کدام یکیش کمی چاکلیت خوب است باشه. ما ایدین اولا. آمیره بدم اولا. تکلیف سلاشون بخیره شو آدم نه. فقط خاطبین انشالله خدا می‌رحمه. یک دانه تشکر مادر بین علمی چیزا است که میگیرم. دعا دارم. از کار مين زیاد کنه بچه
اسق روزی تا خدا آمد از آسمان ها برساند خدا جان نمی گرد بگر